خب دوستان، امروز یه آموزش پالت ژلاتینی میخوام براتون بذارم. دوستانی که پرسیده بودن راجع به طرز تهیه و ساخت پالت ژلاتینی. ببینید عزیزان، این گلیسرینه. من تقریبا 1.5 پیمانه گلیسرین رو استفاده میکنم برای پالت ژلاتینی. این هم که اینجا میبینید پودر ژلاتین هست که باز 1 پیمانه از پودر ژلاتین اینجا دارم و یه قالب. ببینید این قالب میتونه هر چیزی باشه، حالا میتونه یه ظرف پیرکس باشه، ظرفی باشه که البته مربع شکل باشه یا مستطیل شکل باشه، بستگی به استفاده شما داره. من از این ظرف برای شیرینی پزی استفاده کردم. ببینید سطحش صافه، بافتدار نیست و در حین کار 1.5 پیمانه هم آبجوش باید من اضافه کنم به این مواد. من 1.5 پیمانه گلیسرین رو اندازه گیری میکنم. خب این دقیقاً الان این 1 پیمانه بود. خیلی آهسته و آروم باید این کار رو انجام بدین، چون اگر این حباب توش ایجاد بشه، این حباب به سختی میشه رفع بشه و بعد تو کارتون موقع حین چاپ بد در میاد. خب یه نصفه هم از این یکی بریزم، 1.5 پیمانه. الان این شد 1.5 پیمانه. از کنار ظرف آهسته آروم اینو میریزم که حباب نزنه. حباب زدنش کار رو خراب میکنه. من مقدار توی این مونده که دقیق بشه. خب این از اینم که 1 پیمانه پودر ژلاتینمون بود. خب الان اینجا من گلیسرین رو ریختم بدون اینکه حباب بزنه. سعی کردم تا جایی که امکان داره حباب نزنه. حالا میام چی کار میکنم؟ میام این پودر ژلاتین رو آروم آهسته روی سطح کار میپاشم. میشه 2 بار این کار رو انجام داد، یعنی تو طی 2 مرحله یه مقدار بریزین هم بزنین بعد دوباره مابقیش. حالا من قبلا کل پودر ژلاتین رو ریختم، مشکلی هم پیش نیومده، ولی توی دستورالعمل هاشون معمولا میگن طی 2 مرحله. میخوان که حباب درست نشه. خیلی آروم آهسته اینو من دارم همش میزنم. خب من اینو 5 دقیقه هم زدم، خیلی آروم. بعد از 5 دقیقه باید بذاریم که 1 ربع استراحت کنه. خب این الان دقیقاً 1 ربع گذشته و من 1 فنجون و نیم 1 کاپ و نیم آب جوش آهسته و آروم از این کنار میریزم توی مواد. سعی کنید آروم این کار رو انجام بدین که حدالامکان حباب ایجاد نشه. خب 1 لیوان و نیم آبجوش ریختم. به مدت باز 4-5 دقیقه اینو هم میزنم، طوری که کاملا مواد با هم ترکیب بشن، آب جوش و گلیسرین و ژلاتین. خب تو این مرحله ما 2 تا کار میتونیم انجام بدیم. یا اینکه
روی بخار کتری بذاریم و هم زدن رو ادامه بدیم، یا اینکه اون رو توی مایکروفر بذاریم. من ترجیح میدم که تو مایکروفر بذارم. مایکروفر خیلی راحت تره و سریعتر نتیجه میگیرم. الان اگه ببینید هنوز دونه های ژلاتین توش کاملا حل نشده و رنگ شفاف هنوز پیدا نکرده. به خاطر همین وقتی که توی مایکروفرم بذاریمش این کاملا رنگ شفاف میشه، یا روی بخار کتری فرق نمیکنه. اینجا من مواد رو توی مایکروفر قرار میدم و روی 30 ثانیه. خب به این صورت هست که من 30 ثانیه این رو توی مایکروفر قرار میدم و بعد از 30 ثانیه بیرون میارم. 30 ثانیه اونو هم میزنم. دوباره این کار رو تا 4 بار ادامه میدم، یعنی هر بار 30 ثانیه توی مایکروفر میارم بیرون، 30 ثانیه هم میزنم، دوباره میذارم به همین روند. بار اولش رو الان دارم استارتش رو میزنم. خب این 30 ثانیه اول میارم بیرون و هم میزنم 30 ثانیه. الان 30 ثانیه دوم. اینجا نگاه کنید دقیقا شفاف شد دیگه. من اینو میریزمش توی این، ولی قبلش 2 تا نوار کاغذی رو آماده کنید. خب از کنار، ببینید دقیقا از کنار شروع کنم، آهسته و آروم اینو میریزم که حباب تا جایی که بشه تشکیل نشه. حالا تکونش میدم که اگه حبابی توش هست بیاد بیرون و بعد سعی میکنم با استفاده از این کاغذ حباب ها رو روی کارم جمع کنم. آروم حباب ها رو میکشم گوشه کاغذ و جمعشون میکنم. دوباره بعد از 2 ساعت هم به مدت 4 ساعت اون رو توی یخچال میذاریم تا کاملا سفت بشه. توی این 2 ساعتی که بیرون گذاشتینش به هیچ عنوان این رو جابجا نکنید یا اینکه تکونش ندین، چون روی کار چروک برمیداره. تا اینکه یه مقدار که خودش رو گرفت بعد از 2 ساعت اون وقت میتونید انتقالش بدین به یخچال. زیرش هم کج نباشه که این یه طرفش پهن در نیاد، یه طرفش نازک بشه. خب اینی که الان اینجا میبینید نتیجه 4 ساعت موندن، 4-5 ساعت موندن توی یخچاله. با چاقو یه خورده کناره اینو از ظرف جدا میکنیم یک کم. بعد وقتی که با دست این رو بکشیم ببینید کاملا جدا میشه از ظرف. از یه طرفش میگیریم میکشیم و این پالت ژلاتینی جدا میشه. خب اینم ژلاتینی که ما برای کارمون نیاز داشتیم و الان میبینید به این صورت درست شد.